کجایه؟ اگر درم بند شما ده خود ایکو سفیدیه ای تنه ایکو سفیدیه ها؟ ها ها کار میکنی؟ عباس ها نه نمیگیشم نگفتک مچم تنه سیاه ماریه تنه سیاه ماره که چی کار میشه؟ چی؟ مچم گفتک میترسم چی میگی تو تنه سیاه از مار میترسه؟ بگو تنه ماوره چی؟ کابل ماوره بابا تو چی میگی تو اینجا؟ نه من نگفتم که مچم مچم تنه سیاه میترسه دیشه که اختلاط نکدم آه ای بابا تو هم برای یک کارای میپیلی برای چی تو میپرم؟ بیکار موندی چرا؟ یه دیگه گپیه تو بیاد اینجا تنه میپیلی تنه سیاه نگفتم تنه در از اینجا پار بیا برو سر خاله برو مارگزیده آه مطال یک گیل جو سکو یک کار کو بیا برو تو سر خاله به خاله بگو عباس گفته خاله زلیخا هم پولا گوشی 10,000 بود 2,000 داده نه و 8,000 دیگه بمونده بعد این پولا ما که دیب کن و خیلی شدی چی نداره پولا کار با سوقاره که دیگه بیا خود خو خب یک چیز دیگه بپرسم بپرس تو خاله مری میپوشی نه تو چرا نمیری؟ یعنی میگم تو بیکاری میفهمی من 100 کار دارم از یک اینجا برای تنه مار بگردی بیا برو اینجا برو بیا بزی در زدورزا مار نباشه نیه اینجا ما چی کار میکنم بیا بابا نه نمیده شب تو بیکار موندی که بعضی که پا میپلی اختلاطی برای رفت کار خورم دیگه گیلا چرا گپ نمیفهمی بیش نیه اینجا او گپی اصلا نگفته که تو برو بپال یا گپی بوده برات کار خورم برو بیا برو که مرد نمیتونم برات تو بالا شم فکر یک چیز دیگه اگه ایدان خالی ما گپ یاد کنه داریم چه کار فلان بگو خالی جو سیکو بگو ما گوشی میریم میخریم ما پول نقد بخور میدیم مدکه مفته نمیده یا نسیه بده و این گوشی شما بگو من 4 سال بیشتر فایده ور نداشتم و اونا بده که ما گوشی میامده کم یک دونه گوشی نمونده بیا برو بده مارگزیده پیدا شد میشه بیای تا خونه و کمال بخیر خوشی بخوری بیا برو برای دیگه پا نگه همین کوکی همین مار سیاه که مگرم باشی یا تنه سیاه یا ماره از دروغ خیر از نمی دروغ مار کو چه کاره؟ کوی بار سعی میکنی؟ بله نیلیلا ها همین تنه سیاه یا مار سیاه کجایه؟ بابا مریاد تکون ده خیال کدیم شکست کرده گفتم بابا ما بولم با تو میتونی سعی میکنی باره چی کجاه؟ مار سیاه یا تنه سیاه تو چه کار میکنی؟ مار سیاه چه کار میکنی؟ مار سیاه ما مایم برو مال بسرا خاله خو کفلا گوشی عباس و بستونا عباس مالایی کرد برو خاله من گوشی آوردن پلا بستو ما چون نانیمی دیشب اختلاط کردن گفتم مار سیاهه تنه سیاهه میترسم من همین گپه که تو گیلگ نمیزنی من تال نشنیدم مار سیاه و تنه سیاه من تال نشنیدم مال از تو میشنم چطور نشنیدی؟ من نشنیدم تنه سیاه مار سیاه تو چی میگی؟ یک چیز بگو دیگه یا تنه سیاه بگو یا مار سیاه بگو تو یک چیزی میگی تنه سیاه و مار سیاه میگم نانه من میگم تنه از مار سیاه میترسه تنه و مار سیاه میترسه مثل نانه تا آدمی دردسر بوده نمیفهمیده تنه اشته میترسه مار سیاه تو چی میگی؟ آمده شب عباس هم بگفت من نمیفهم عباس هم میته گفت تو باز برو دوباره نانه خو پرسان که باز برو از یک دیگه بپرسم من چی میفهم تو چی میگی خود برو میگی تنه سیاه مار سیاه میترسه من طالبم طول تاریخ بمیستن نرسیدم تا نشیدم تنه سیاه اشته مار سیاه میترسه همین تو نانه من دیشب گفت عباس کو نه میفهم اعمال با سر آمده میرم برو نانه خو پرسان که دوباره تو نمیفهمی گل بیت الجمال مت باشی بسر اغلو کجی؟ کما بله بابا نگو تو رای کردن که تو میگه
توخی بی علف بندازین یا علف آخرین رو قد کنی بابا جو میخوای بیا و دو گوه جمع کرد و او به تاسین گوی نو برختو دام ازش کو گوی بگریختو لپ جپ گوی خوب بگریختو چی لپ جپ گوی خود گریختی؟ همین رقم پیخوا سفید میندازین رو نی علف داره نه چیزی داره اینا تو میتونی بابا علف داره کردن نبود آره فلان روز خوب اینا طلب کنم تیر کنم دیگه آره گوشتو پلو بگاری گوی هم بخورن ایت دیگه بابا سلام علیکم من دارم باشه ماما نوروز زنده باشه جانجال تیار جلو باشه کجی خان چیگه پای گیلا جانجال تیار هستی آشکو جانجال آشکو چه کار میکنی ماما ایچی پیشه میگه سن ماما شانه جانجاله. جانجاله خوبه کجای بچیم همین سنه. چه دیوارو ماما نوروز بله با پیار بچه اینجا اختلاط تل اسفار میگیریم ای چه رای کردن سرسو گفتم برو میگور جمع کنه بیام پیخی سفید نختم مقدار نکرد کردن علف هم دره کنه بیار خود اینا گرد کنه چرا صدا شما مثل یه سیاق وی قدیم که بودگی که ارمه گلیم درد میکنه اوه آها بدون شیخی ند گلو شما درد میکنه بعد شما نیم کیلو فلفل میده کنید فهمیدین؟ بریزیم مثلا جگ دو 1 کیلو هم یخ داشته باشه اونا کار غلط که دیگه نوش جان کنه یاره چه دویا میگی یاره می با کو والا گری چرا با کو؟ نگو 1 کیلو فلفل 1 کیلو یخ دو ببری گلا اول میاد دایمر بکشه دیگه چرا؟ چرا؟ 1 کیلو فلفل به عنوان 1 کیلو دو 1 کیلو هم یخ باشه مرده میکشه نه اصلا بی گلو میشیم بی انجره میشیم درسته؟ ماما نوروز گل کنیم بلد از اینکه پا مف نگردین شما بلد که پا مف خیلی میگردین ماما نوروز تنو سیاه از مار سیاه چرا میترسه؟ چی؟ تنو سیاه مار سیاه با این گفت را کجا گرفتی نه نمیدی شب گفتم ما چون تنو سیاه مار سیاه میترسه تو دیونه شده تو چی میگی؟ دلیلی چیه گیلا دلیلی چیه دلیلی ما چی همیته تنو سیاه میگم ما که تنوسی های دیگه مطال نشنیدم که توی حالی دعوت رو چیز داری وای تنو سیاه عرسمون سیاه میترسه نه مار سیاه زلو مار سیاه میگی یا تنو سیاه میگی؟ تنو سیاه مار سیاه میترسه میگم یعنی تو سردی مار داری گزیده عرسمون سیاه میترسه چه میگه تو چی میگی؟ وقتی که برو برای کار خوب وقتی لالات نمیکنه وقتی وقتی که باید بیای وقتی که دو رو بدی عجیبه عجیبه رو دو خیلیات شدی برو وقتی که باید بیای برو وقتی تنو سیاه نمیفهمی چیه؟ نه برو وقتی ما بزی گب نفهمین که اصلا تو چی گفتی؟ تنو سیاه مار سیاه میترسه میتونیه؟ نه اشتباهه برو لالا برو تو سردی داری برو این مدام خودی کله گنده خوب بابا بیا آدمی تدی یک سوالا نمیکنه دادن که اصلا خود من نفهم که چی بگو خیره بابا شما بریم من میرم که علف هم داره کنم من می جگاه شیشته علفا که داره چون جه خورم آدمی جگاه میارم پیش میگم گواری الان نکنی دیگه علی بر بریم بابا بخورین دیگه بخورین میای باش یک چکی بخورم اون مردم از تشنگی چطور میکنی تو؟ بیا بابا شده تیر آویه که تو بیا مدیر واقع گیا که با خود میشونم جو خمی هست کنم بابا شده نه تو باره بعد آخر نمیبانی این تموته این تیر آویه آخرات کنیه آخر لولیه ای او با مالو زمین میره خدای بسرد میگوی یک دقیقه آخر تایی که تکنبر آوه تو نور میگی سباب این سباب میشه که تایی بابا جان این تیر آوی نیه این لول آوه این دولار از زمین مخود شد داره با دست بسته کده که نگاه میکنی بابا دیگر یک دقیقه ایش کار نمیشه یک دقیقه آخه من یه او تموت پیار خوب بگذم تو بیایی خیال میکنه که این امتا مفته میآید بابا شاگرد سه کنه تموش که هست هوا گرمه خب
من از یوکی پای پیاده بیام آدم تیر شدم دیدم سولار روشنه گفتم باشه یک چکیه بخورم دستاری خود تازه کنم شما دیوار مانیم همی او یک دقیقه من از همی استفاده کنم ثواب میگه دادن بیا نون دادنه ماما سلام علیکم و علیکم جانجر اختیار هستیم پیدا که ماما ماما یار میخوای یار بخور نه تو سلات کنم ماما تا گفت اوه خواهی میکنی شما مردم فقط میگی چیز کم یا میای خطا میره یا میای خطا میره ما هم کار زمین همونجا بشینم کنی ساعت رو بیار نگو یا یه خاله بیا بگی جدا و به جلو سلابی جنجال با بخار امینه بسته کده که ماما ماما شاگل از دهن شما تا گوشا ما دو جب بیشتر بابا جان ما ریاسی کردیم با خدا ما با گپ زدن نمیفهمم براتون در سر شما خاله میگفتم برو سر که ماما تو پول دارم بستون انا عباس مره که اگه تاگم پول گوشی که خاله میستونم انا 2000 بدن ما 8000 دیگه بمونده میلاد بده واسه که ما پول بده عباس میگم ما بده کن خود سرمایه ندارم همه پول گوشی بده پول گوشی بده خاله من حالا کشکنده بستونده برو خاله خاله خب خاله و زن شمونه البته باشه زن من برو خاله تو گوشیر بخریده برو ماما پولای شاگل من 2 دقیقه نقد بشه بخورم تو می پول گوشی را ماما شاگل بستونی یک گپای میزنی که چی بگم بابا خاله میگفتم برو بابا جان دیلت مریاسی نکو که بیا از اصاب مخرب همیشه من تک گوشتو بزنم که مگر قلزده بری بزی تک من اصاب ندارم برو از جلو من شما ما پس امون مار تنه سیاه من مار گزیده یم درسته؟ حالا با من بگفته خاله مگفت تنه سیاه چیه؟ تنه سیاه چیه؟ مار گزیده چیه؟ چون نمیفهمم چی میگی تو اصلا گپ تو من سر به در نمیکنی مردم قدیم چی گفته بودن؟ چی گفته بودن؟ چی گفته بودن؟ گفتم از مار گزیده تنه سیاه میترسه خب شما تنه من مارم ما مال ما و عباس ماریم که ما تنه میترسیم که دیگه به شما به قرض بدیم به قرض؟ این کار به دو کار چی کار داره؟ این کار به قرض چی کار داره؟ برو بابا جون تنه سیاهی باری هرچی هستی برو از بیشتر رو اصاب ما خراب نکن برو که اصاب ما خراب حالا می تنه سیاه چیه؟ فکر ماما جون توی مسئله بشنویدی من به تو بگم گفتت مارگزیده تنها سیاه میترسه همیشه میگیم انا حال اگه مرتکه برودت یک وقتی به همی چاب افتاده حال اگه اوصله نمیکنه چاب از این دیگه از او برمیده که میگه مفته کن همی چاب با میشه دوباره بستم میشه دوباره بسته مردم قدیم اشته فهمیده بودن